مهدی مرادی هستن، فرهاد صبوری برای مجتبی رجایی، آرن داوودی. ترکیب گلور کلا با ترکیب ابتدایش عوض شده. مجتبی رجایی یه سگام خیلی تر و تمیز داشت. دو امتیازی دیگه رو تیم گلور به دست امتیازی رو می‌زدن. محمد جمشیدی یکی از بهترین بازیکن‌های این فصل تخت گاز هست. اجازه بدید که از فرصت مالکیتش استفاده بکنن. پرتابشون گل شد. 6 ثانیه بعد از مالکیت این زمانی استفاده بکنن. بعد خیلی سریع پرتاب بکنه صالح مرادیان. این کارو کرد و گل! تیم نفت گاز ساموس. محمد جمشیدی پرتاب اولش گل میشه. این گل یعنی حساب کار 41-32. پرتاب دومش چه خواهد کرد؟ محمد جمشیدی گل میشه. بله پاسخ محمد جمشیدی. آیا سگامش امتیاز خواهد داشت؟ بله. چه شانسی آورد گلنور صالح مرادیان برای مجتبی رجایی. امیرحسین مجیری خودش بعد بره رفت و اعلام خطا شد. پرتاب اول امیرحسین مجیری گل میشه. نه بدشانسی هم داره تیم گلنور توی این لحظات. بریم سراغ پرتاب دومه گلنور. پرتاب دوم امیرحسین مجیری گل شد. چقدر خوب تو با گرفتن. حالا بریم سراغ یه 2 امتیازی، نمیدونم یه 3 امتیازی. مارکو پروویچ خودش به تو میخواد بزنه و اعلام خطاش. ثابیت مارکو پروویچ پرتاب اولش گل شد. ببینیم که سرنوشت پرتاب دومی خواهد بود. پرتاب دوم مارکو پروویچ آیا پیام آور شادی خواهد بود یا نه؟ بله سوسا تو با گرفتن اونا برن برای ضد حمله. گلنور میره برای ضد حمله. مجتبی رجایی وای که چه خبر خوبی هست برای گلنوری ها. اونها وقت بازی رو حالا مدیریت میکنن، یه امتیاز هم بهترن و نباید تو رو از دست بدن. صالح مرادیان میده به مارکو. گل میشه گل. شما بینندگان عزیز رو تا دیدار دیگر به خدای بزرگ و منانی میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار.